اگه من از شما بپرسم قدتون چند سانتی متره یا وزنتون چقدره، سریع جوابش رو اعلام میکنید. حتی اگه ازتون بپرسم دور کمرتون یا عرض شونتون چقدره، بعد از چند دقیقه جوابش رو میتونید به من بگین. چون برای اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی استانداردی تعریف شده. مثلا برای اندازه‌گیری جرم از کیلوگرم، برای اندازه‌گیری طول از متر و برای اندازه‌گیری انرژی از کالری استفاده میشه. در یک کلام شما از سایز جسمتون آگاهید و اگرم آگاه نباشین ابزاری برای اندازه‌گیریش هست. اما اگه من از شما بپرسم سایز شخصیتتون چقدره، چه جوابی میدین؟ احتمالاً سکوت میکنین، چون برای اندازه‌گیری شاخصهای روانی استانداردی تعریف نشد. به خاطر همین باید بریم سراغ بزرگانی که با روان انسان آشناتر از ما. بنیانگذار علم روانکاوی در دنیا، فروید، یه شاخص فوق‌العاده جالب برای اندازه‌گیری سایز شخصیت داره. فروید میگه اندازه شخصیت هر کس به اندازه بزرگی مشکلیه که میتونه اون شخص از حالت منطقی خارج کنه. چقدر این جمله زیبا و عمیقه. باید با خودمون خلوت کنیم ببینیم چه مشکلی ما رو از حالت منطقی خارج میکنه. یه تصادف، یه چک برگشتی یا از دست دادن شغل. بعضیا انقدر سایزشون کوچیکه که اگه حواست نباشه و بهشون تنه بزنی از حالت منطقی خارج میشن و بعضیا اینقدر سایزشون بزرگه که حتی داغ فرزندم اونا رو از حالت منطقی خارج نمیکنه. پدر مادرها وقتی میبینن که بچهشون 1 سال قد نکشیده، سریع اونو میبرن پیش دکتر که مبادا رشدش متوقف شده باشه. ما هم باید ببینیم اگه با همون مشکلی از کوره در میریم که 5 سال پیش از کوره در میرفتیم، این یعنی تو این 5 سال رشد روانی ما متوقف شده بوده. وقتی مشکلی تو رو آشفته میکنه یعنی تو از مشکل کوچیکتری و وقتی مشکلی تو رو به هم نمیریزه یعنی تو از مشکل بزرگتری. مشکل رد شدن از خیابون یک کودک 4 ساله رو به اضطراب میندازه، اما همون کودک در 15 سالگی از خیابون رد میشه و این کار براش فوق العاده عادیه. مشکل همون مشکله، اما سایز روانی اون بچه الان بزرگتر از اون مشکله. بنابراین یادت باشه تو نمیتونی به سایز مشکلات دست بزنی، بنابراین باید سایز خودت رو تغییر